سلام دوستان، آموزش امروزم با روبان مجستیک گونی بافت عرضش 4 سانتی متر، طول 34 سانتی متر دوتا دارم. یه دونم 24 سانتی متر که اینم دوتا دارم ازش. عرض 24 سانتی رو تا میکنم از وسط. یه سوزن بهش میزنم. به این حالت تا میکنم که از سوزنم رد میشه. به این شکل حالا گوشش رو تا میکنم، به گوشه پایینی روبان وصل میکنم. یه سوزن میزنم. این قسمت میاد روی کار دقیقا مثل همون، ولی یه خورده میاد روی کار. یه سوزن میزنم. با این یکی اندازه میکنم. اگه اندازه بود شروع میکنم به برش دادن اضافه روبانم. این قسمت ها رو با فندک به همدیگه میچسبونم. دقیقا اندازه هم شده. حالا قسمت 34 سانت از وسط تا میکنم. یه سوزن میزنم که وسطش رو مشخص کنم. به صورت ضربدری روبانا رو روی هم میارم به این شکل. سوزن میزنم. با اونی که اول درست کردم اندازه هم میکنم. میبینم کوچیک‌تره، یه خورده بازش میکنم. حالا اندازه میکنم. الان اندازه همه تقریبا. حالا اضافه روبانو کارو برمیگردونم، بعد برش میدم. اینم مثل قبلی فندک میزنم و لبه ها رو به هم دیگه میچسبونم. حالا شروع میکنم به کوک زدن. 4 تا کوک میزنم. 5می رو میام روی بعدی و 10 تا کوک، یعنی از اول تا آخر 10 تا کوک میشه به این شکل. بعدی رو به همین شکل 4 تا رو میزنم. 5می میاد روی روبان رویه. بقیه کوکارم میزنم تا انتها. 10 تا کوک میشه جمعا. نخو میکشم، از پاپیون روبروی ردش میکنم. میکشم، سفتش میکنم و 2 تا تیکه رو با هم دیگه میچسبونم و میدوزم.
حالا قسمت پایینی کارم رو شروع میکنم به دوختن. برای اینا 12 تا کوک میزنم. تا انتها کوکا رو میزنم. به این شکل میشه. بعدا دیگه نخ و قیچی نمی کنم. بعدیرم به این صورت در کنارش میدوزم. 12 تا کوکم به این میزنم. نخو که رد کردم کشیدم، شروع میکنم حالا این دوتا تیکه رو به هم دیگه میدوزم. چسب میزنم، اینو روی کار میذارم. به این شکل من واسه این کار کش مو زدم، بعد روش مروارید دوختم. دیگه سلیقه دوست داشتی گیره میزنید، دوست داشتی اصلا مروارید وسطش نمیزنید. برای وسط کارم از خود ربا مجستیک استفاده کنید اگه نخواستید که مروارید بزنید. امیدوارم که دوست داشته باشین.